در رابطه با حجاب بنده رئیس دانشگاه نه، دیروز تو انقلاب فرهنگی گفتیم ما دانشگاه رو بستیم. من وقتی رفتم بخش زنان دیدم زنا و دخترای مردم وقتی میاد اونجوری معاینه میکنن اجازه ندادیم اون موقع، برای اینکه موقع قدرت دست خودمون بود. بعد پسرا بیان معاینه بکنن زنان و دختران رو، گفتم نمیشه. منو کشیدن پیش امام جمعه، دادگاه، آوردن تهران، گفتم نمیشه که نمیشه. ما ضد حجابیم ولی اعتقاد دارم بازور نمیشه حجاب رو سر مردم کرد، همان گونه که بازور نمیشد حجاب رو از سر مردم کشید پایین. خود چی کاریم؟ بشینیم آموزش بدیم. هر محله مسجد داره، 80,000 مسجد داریم، به ازای هر 1000 نفر یه مسجد داریم. خب حلش کنیم اونجا، اما با منطق، با گفتگو، نه با زور، نه با دعوا. من دختر خودم رو که حاضر به خاطرم بمیره نمیتونم به زور بگم اینجوری بپوش اینجوری نپوش. دختر خودمه، مجبورم باش بشینم گفتگو کنم، همراهی کنم تا بپذیره و همراهی بکنه. وگرنه زور بگید در مقابلت میسته، بیدین میکنیم این کسانی رو که اینجوری باشون برخورد میکنیم. ای کاش مثلا هدایت کنیم، متنفر میکنیم از اعتقاد و باورمون با رفتارهامون. تو همین جریانات همین خانم هایی که میگیم بدن به اصطلاح پلاکارد داشته بودن میگفتن جانم فدای رهبر، مرگ بر اسرائیل.